تصور کنید کشوری به کوچکی یک محله یا حتی یک خیابان، اما با تاریخ، فرهنگ و جذابیت‌هایی که دنیا را شگفت زده می‌کنند. 5 مورد از کوچکترین کشورهای جهان هر کدام با دنیای بزرگتر از مساحتشان منتظرند تا شما را با داستان‌هایشان شگفت زده کنند. شماره 1. واتیکان. واتیکان کوچکترین کشور مستقل جهان است که در شهر روم، ایتالیا قرار دارد و تنها 49 کیلومتر مربع مساحت دارد. این کشور مرکز کلیسای کاتولیک و هم محل اقامت پاپ است. جاذبه‌هایی مانند کلیسای سنت پیتر و موزه‌های واتیکان در آن قرار دارند. واتیکان از نظر اقتصادی به گردشگری و کمک‌های کاتولیک‌های سراسر جهان متکی است. شماره 2. موناکو. موناکو دومین کشور کوچک جهان است و تنها 2 کیلومتر مربع مساحت دارد. این کشور در سواحل دریای مدیترانه واقع شده و به عنوان مقصدی لوکس و ثروتمند شناخته می‌شود. موناکو به دلیل کازینوهای معروف، مسابقات فرمول 1 و سبک زندگی مجلل مورد توجه است. پرنس موناکو رئیس حکومت این کشور کوچک است. اگر از محتوای ما خوشتون اومده لایک کنید و برای حمایت از ما سابسکرایب یادتون نره. بریم برای ادامه ویدیو. کشور سوم نارو. نارو کشوری در اقیانوس آرام جنوبی با مساحت حدود 21 کیلومتر مربع سومین کشور کوچک جهان است. این کشور با منابع فسفات غنی شهرت دارد، اما اکنون با چالش‌های اقتصادی روبروست. نارو هیچ پایتخت رسمی ندارد و دولت در منطقه یارین فعالیت می‌کند. کشور چهارم تووالو. تووالو کشوری در اقیانوس آرام با مساحت 26 کیلومتر مربع از جزایر کوچکی تشکیل شده است. این کشور با خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و افزایش سطح آب دریاها مواجه است. تووالو عمدتاً به کمک‌های بین‌المللی و درآمدهای دامنی اینترنتی .tv متکی است. شماره 5. سن مارینو. سن مارینو یکی از قدیمی‌ترین جمهوری‌های جهان و پنجمین کشور کوچک با مساحت 61 کیلومتر مربع است. این کشور در کوه‌های آپنینی ایتالیا واقع شده و تاریخی غنی دارد. قلعه‌ها و چشم‌اندازهای زیبا از جاذبه‌های اصلی آن به شمار می‌روند. اقتصاد این کشور عمدتاً بر پایه گردشگری و صنایع دستی استوار است. حالا نوبت شماست. اگه میتونستید در یکی از این کشورهای کوچک زندگی کنید، کدام را انتخاب میکردید و چرا؟ نظراتتان را در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و ویدیوهای قبلی کانال رو ببینید. ممنونم از نگاه پرمهر.